با درود و عرض ادب خدمت شما ایران پرستان، خوشحالم اینجا هستم. آموختیم از سخنرانی دیگر دوستان و من میخواستم سخنرانی بگم در مورد شاهزاده گرامیمون. امیر جان لطفا تصویر اول. شاهزاده ما در روز 9 آبان 1339 متولد شد، میشه 1960 میلادی. امیر جان میشه برگردیم به عکس اول؟ من میخواستم در مورد شاهزاده یک متن طولانی بگم. وقتی این عکس رو دیدم نیازی به متن طولانی نیست. فرزندی که در دامن چنین پدر مادر فرهیخته، وطن پرست و پاکسرشتی بزرگ شده باشه نیازی به گفتار طولانی نداره. بنابراین صحبت‌های من میشه یک مرور کوتاه بر زندگی شاهزاده از تولد تا به امروز. روزی که شاهزاده متولد شد روز خوشحالی برای تمام مردم ایران بود. ملت ایران سالها در انتظار چنین روزی بودند و این شادی و شعف رو در تمام جامعه میشه دید و شاهزاده ما در جنوب شهر تهران در محله مولوی، محله که کارگرنشین بود، به دنیا آمد. این خودش نشانه پیوند قلبی شاهزاده با تمامی ملته. از دوران کودکی در درون کاخ ایران، در درون کاخ که ایشون زندگی میکردن، به اصطلاح مربیان مخصوصی داشتن که به ایشون آداب و رسوم نشست و برخاست با بزرگان، پروتکل‌های سیاسی، پروتکل‌های مراسم رسمی رو آموزش میدادن در کنار درس و تدریس. عکس زیبایی بوده از مدرک دوران دبستان ایشون. و در نوجوانی شاهزاده ما در همان سنین خیلی پایین نه تنها پروتکل‌های سیاسی رو بلد بودند، بلکه در مراسم بزرگ در کنار پدرشون، در کنار مادرشون شرکت میکردن. و اگر فیلم‌های اون دوران شما نگاه کنید، طرز راه رفتن شاهزاده، ایستادن شاهزاده، صحبت کردن شاهزاده، نگاه کردن شاهزاده با نشون میده که مثل یک مرد جا افتاده سیاستمدار هست، نه یک نوجوان که موجب افتخاره. اون دوران بهترین دوران زندگی ما مردم ایران بود. دوران شادی، دوران رفاه، دوران خوشحالی، دوران امنیت و دوران سرافرازی. و طبعا میتونم بگم این دورانی بود که ماهایی که اون دوره یادمونه، تغذیه رایگان اون دوره رو خوردیم، میدونیم که چقدر جامعه شاداب بود و واقعا یادش گرامی. شاهزاده ما از همون دوران نوجوانی به مراسم رسمی به کشورهای مختلف دعوت میشد و خیلی مهمه کسی که از طرف ایران میره اونجا با پیرمردهای سیاستمدار کشورهای دیگه میشینه و صحبت میکنه، باید دقیقاً بدونه چی میگه، رفتارش چگونه است، چون زیر ذره‌بین هست. و شاهزاده هیچ وقت این پروتکل‌های سیاسی رو فراموش نکردند. شاهزاده از 11 سالگی تونستن جت جنگی رو به تنهایی پرواز بدن. در اون دوره جوانترین خلبان جت جنگی در جهان بودند. یکی از دیگر از افتخارات ما. متاسفانه این سیل ویرانگر 57 همه چی رو به هم زد. شاه فقید در مصر از دنیا رفتن و شاهزاده از همون موقع، از سال 1980 سوگند وفاداری به قانون مشروطه یاد کردند و از اون روز تا امروز هرگز یک لحظه استراحت نکردند، تلاش کردند، در یاد مردم ایران بودند. اگر به گذشته مراجعه کنیم، سخنان ایشون رو ببینیم که هرگز خطایی در سخنان ایشون نبوده و تنها فکر و عشق به ایران موجب انگیزه شاهزاده برای تلاش در این سالها بوده. تحصیلاتشون رو در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا در رشته علوم سیاسی کارشناسی ارشد گرفتن. به زبان فرانسه و انگلیسی تسلط کامل دارن و در سال 86 با بانو یاسمین ازدواج کردن. ثمرش 3 شاه دخت گرامی ما شد: نور، ایمان و فرح. نشان رسمی شاهزاده رو میبینید، روی ایرانیت میده. غیر از ایران به هیچ چی دیگه نمیشه فکر کرد وقتی این نشان رو شما میبینید. شاهزاده ما تقدیرنامه ها و نشان های زیادی دریافت کرده. اگه من بخوام در این مورد صحبت کنم، بعد یه جلسه بذاریم فقط در مورد نشان ها و تقدیرنامه های شاهزاده صحبت کنیم. ایشون سال 2017 کلید شهر بیورلی هیلز رو از طرف شهردار اون شهر گرفتن و این باعث میشه که شاهزاده ما زیر ذره‌بین هست. هم ذره‌بین
ایرانیانی که به اصطلاح اپوزیسیون هستن، هم خبرنگاران خارجی. مردی نیست که نون رو به نرخ روز بخوره. روزی که شاهزاده به اسرائیل رفت و اون بازدید رو انجام داد، خیلی از کسانی که به اصطلاح اپوزیسیون هستن، ادعای چپی، ادعای روشنفکری میکنن، ایشونو به باد انتقاد گرفتن. ولی امروز وقتی ما برمیگردیم و نگاه میکنیم، میگیم چه حرکت زیبایی سیاسی شاهزاده ما انجام داد که نشانه خرد این مرد است. این نشان سرافیم سوئد، بالاترین نشانیه که در کشور سوئد وجود داره. شاهزاده ما 1970 این نشان رو دریافت کردن و البته شاهنشاه و شهبانو هر دوشون 1960 این نشان رو گرفته بودن. ایشون نشان لیاقت و افتخار ایتالیا دریافت کردن سال 74. این نشان ایزابل از اسپانیاست، سال 75 گرفتم. فقط کوتاه میگم ایزابل در اسپانیا کسی بود که اون سفر کریستوف کلمب برای کشف آمریکا رو هزینه‌شو پذیرفت و کسی بود که باعث شد به اصطلاح عرب‌هایی که اسپانیا رو اشغال کرده بودن، مسلمانان از اونجا بیرون ریخته شدن و اسپانیا بار دیگر یک کشور مسیحی شد. این نشان خیلی در اسپانیا مهمه. لژیون دوآنر فرانسه رو سال 76 گرفتم. همچنین سال 76 نشان افتخار از اتریش رو دارن. شاهزاده ما غیر رسمی پدرخوانده نوه پادشاه بلژیک هم هستند، پرنسس لوئیس. و در نهایت وقتی شاهزاده رو میبینیم، من خیلی فکر کردم که در اینجای سخنرانی داشته باشم طولانی شاهزاده رو توصیف کنم، دیدم نمیشه. میتونم کوتاه بگم شاهزاده رو که میبینم فقط 3 چیز به فکرم میاد: گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک.